با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های نهایت ارجمند تلویزیون و بیننده خوب برنامه دیدار آشنا از چینل SH پرودکشن شما را خوش آمدید میگیم. اولین برنامه ما در ایالت آنتاریوی کانادا است که با خوشبختانه با وجود مسئولیت های بسیار زیاده که جناب نومان ترین یکی از وکیلای ارشد بخش امیگریشن یا مهاجرت کانادا و مشاور حقوقی در بخش مهاجرت یا در بخش امیگریشن برای همه شهروندای هر ایالت اینا وظیفه اجرا میکنن و به صورت رسمی ایفای وظیفه میکنن. با جناب نومان ترین که ما آشنا هستیم و بیننده های عزیز و کسایی که با اینا با خدمات خوبی که اینا در ایالت آنتاریوی کانادا یا شهر تورنتو و مکمل آنتاریو اینا و کل کانادا اینا فعالیت دارن، از اینا میشنویم و بعد سوالای معمول و سوالایی که کاملا جدی است با اینا مطرح خواهد کردیم. جناب تنیس خوش آمدین به چینل ما و از اینکه وقت دادین برای ما که با شما در ارتباط به موارد امیگریشن یا بخش مهاجرت با بیننده ها مطرح کنیم. از شما یک جهان سپاس. میشه در نخست ما آشنا هستیم به بیننده های عزیز تلویزیون خود شما معرفی کنین و بعدا میاییم سر سوالات. سلام خدمت شما صحیح صاحب مهربان و در این زمان هم بیننده های گرانقدر. خدا کنه همه شما در هر جایی که بوده باشین خوب و جور و صحتمند و دور از گزند روزگار بوده باشین. صحیح صاحب عزیز، سوالات از شما خوش آمدین به شهر تورنتو، ولایت آنتاریو، کشور کانادا. البته طبیعی است که جای مقر هر دوی ما هست، ولی بازم شما رو خوش آمدید میگم شما فعلا پیش ما میهمان هستین. من نومان ترین است. من مشاور حقوقی راجستر شده دولت کانادا هستم که من میتونم وکالت رسمی عزیزان ما را در پیش وزارت مهاجرت کانادا، محکمه اختصاصی بخش مهاجرت و پناهندگی، خدمات گمرکی در بخش کانادا بوردر سرویسز ایجنسی میگن و در این زمان هم در Employment and Social Development Canada در این عرصه ها ما میتونم که از مراجعین خود بسات نمایندگی بکنیم و در برشان خدمات ارائه بکنیم. ما خودم تقریبا حدود 10 سال در بخش مهاجرت خدمات ارائه کردیم و مشخصا دفتر ترین امیگریشن حدود 3-4 سال میشه که ایجاد شده، ولی تجربه ما برمیگرده به قرائن قبلتر که ما در این قسمت در بخش مختلف کار و فعالیت داشتیم. دفتر ما به تعداد کثیر از کارمندان داریم که به لسان‌های مختلف صحبت میکنن، البته لسان‌های هندی، افریقایی، عربی. ما خود به شکل فضل خود افغان هستیم که به لسان دری و فارسی و غیره ما خدمات را هم میکنیم و در این زمان هم دفاتر ما دفتر مرکزی در هندوستان داریم، در ترکیه داریم و یک دانه دفتر پلان داریم بخیر در تاجیکستان به ان قریب ایجاد بکنیم. در این مدت زمانی که سعیم صاحب ما خدمات ارائه کردیم تانستیم بسیار زیاد کیسای مغلق پیشگیری را در بخش‌های الحاق فامیلی، در بخش‌های پری ریمووال ریسک اسسمنت میگن که کسایی که پیش از اینکه به کشورشان دیپورت شوند یک فرصت برشان مساعد میکنن که در اون قسمت ما تانستیم ببریم humanitarian and compassionate ground cases, refugee cases که بسیار کیسایی که در داخل کانادا اسایلم بودن که کیسا را تانستیم که ما نتیجهش مثبت بگیریم و در این زمان هم که تعداد کیسای دیگه بوده که ما در از طریق اسپانسرشیپ های گروپ 5 و دیگر اسپانسرشیپ ها تانستیم به کانادا بریم. موفقیت‌های زیادی داشتیم در این قسمت و طبیعی است که کلاینت ما تنها برای افغان نبوده، کلاینت ما از تمام جهان، از کشورهای افریقا و آمریکا و عربی و غیره. دیگه امیدوار هستم که در خدمت هموطنان هم قرار بگیریم. بسیار تشکر جناب تنیس که شما عمومی یک معلومات کلی در ارتباط به موضوعات اسپانسرشیپ یا کیس های مهاجرت معلومات دادین. تنیس کمی مردم دقیق باید شوند در ارتباط به انتخاب وکیل. کسایی که علاقمند آمدن به کشور کانادا هستند و یا در مجموع مشکلات امیگریشن یا مهاجرت دارند، چرا کن وکیل خوبه و وکیل رسمی را بشناسند
تا بعض از جلوگیری از بعض افراد یا بعض مواردی که مردم باش شدیداً دست و گریبان هستند چقدر تشخیص بدن مشاور حقوقی در بخش امیگریشن و وکیل خوبه و وکیل رسمی چقدر تشخیص بدن جناب رئیس؟ تشکر سعید صاحب عزیز، سوال بسیار خوب مطرح کردن. در قسمت انتخاب وکیل خوب شما میفهمید در کانادا 3 طبقه از مردم هستند که در بخش مهاجرت کار میکنند. یکی به نام Canadian Regulated Canadian Immigration Consultant یاد میشه و یک طبقه دیگه به نام Paralegal یاد میشه و یک طبقه دیگه شون هست که به نام Solicitor and Barrister میگن. کی 3 طبقه مردم هستند که کار میکنن. ولی انتخاب شما طبیعی است که برمیگرده به اینکه چگونه با صحبت میکنن و آیا مطمئن میشن که یا راجستر شده هستن و راجستریشنشون ما اکتیو است نیست. مثلا من وکیل راجستر شده دولت کانادا و در بخش مشاور حقوقی ما مثلا یک فایل نمبر داشته باشیم و راجستریشن نمبر داشته باشیم، او اویلیبل است، قابل دسترس است که بر همگی که وقتی با مجرد که یک کس از ما بخواد در دسترس همه است. دقیقاً ما میتونیم در خدمتشان قرار بدیم با چک کردن از او با وبسایت دولتی، با اینتر کردن از او تمام معلوماتی که در ارتباط با یک وکیل رسمی امیگریشن در کانادا است برای بیننده یا برای کسایی که تقاضا یا علاقمند از این بخش باشن هو ایجاد میشه. و وکیلایی که از شهرت نیک در پیش دولت برخوردار هستند او فعال میباشند در سیستم دیتابیس دولتی و به این شکل یا میتونن که آشنایی پیدا بکنن که آیا واقعا این وکیل خوب است یا نیست. یک جهت قضیه و دوم جهت قضیه برمیگرده به عملکرد وکیل در برابر مراجعین. مثلا ما را قانون بر ما وضاحت داده که وقتی با یک کلاینت پیش میریم اولین کاری که میکنیم قرارداد بکنیم. دوم کاری که میکنیم مثلا مقدار پولی که مشخص میشه در قرارداد یک اکانت دولتی سر ما جور کرده به نام کلاینت اکانت میگه پول باید اونجا گذاشته شود، پول از شما نیست، پول از کلاینتتان است. وقتی موقعی که در قرارداد ذکر کردن که قدم اولانه پول داره قدم دومه پول داره برای کلاینتتان باید رسید رایی بکنن با مراودات رسمی باید باشه داخل این موضوع. یعنی در حقیقت کلاینت از ما 2 سند به دست میاره که قرارداد است و یک نوع کلاینت اکانت رسید پولیشان است که رسمیات ما را در بین یکی دیگه ما و رسمیات ما را در پیش دولت تثبیت میرسند. خدا نکرده در صورت از اینکه اگر اینا ما خودم با منازعه پیش میاریم با وکیل خود با موکل خود و بسیار براحتی میتونن با مراجعه به دولت اظهار حق خود بکنن. اینی است یک وکیل رسمی که این کار کرده میتونه، در حالی که اگر یک وکیل رسمی نبوده باشه بسیار براحتی میتونه فرار بکنه و سوال شما او را از کجا بتونن پیدا کنید. مثلا صدها کیس دی مورد ما شما دارید که مردم با این مشکلات سر دچار دقیقاً شدیداً مشکلات دارن به این ارتباط. جناب تنیس میشه که در ارتباط به تفکیک پناهنده، مهاجر و بیجا شده برای ما تشریح کنیم و برای بیننده‌های عزیز در برنامه دیدار آشنا. تشکر سعید صاحب عزیز. برنامه دیدار آشنا بسیار زیاد فرصت خوب است که اولتر از همه ما خوشحال هستم که تونستم که با ما مصاحبه بکنم و خوشحال هستم، خوشبختم احساس میکنم که اولین یکی از فکر میکنم که کسایی که انتخاب کردن من هستم. و سوال دارم سعید صاحب بسیار یک سوال زیبا و مقبول است که ما متوجه شدیم که بارها به این مسئله ما سر خوردیم که دوستا بودن که تفکیک نتونستن بکنن بین پناهنده، مهاجر و بیجا شده. پناهنده اصلا تعریف مشخص داره. کسایی که پناهنده هستن تعریف پناهنده را مطابق کنوانسیون حقوق پناهندگی باید پورا بکنن. پناهنده پناهنده کسی را میگه که از لحاظ عقاید سیاسیش، از لحاظ عقاید مذهبیش، از لحاظ نژادش یا ملیتش یا از لحاظ اینکه داشتن عضویت کدام گروه مشخصه داشته باشه تحت تعقیب در کشورش قرار بگیره و مجبور شه فرار بکنه، دیگه حمایت نشه. مثلا فکر کنید که مثلا گروه مشخص ما شما میگیم یک گروه تاریخ ناشده هست، مثلا ژورنالیستای افغانستان که جانشان در خطر است. میفهمیم در این اوضاع فعلی ممکن است در وطن اوضاعی که قرار دارن خطر برشون وارد شود. اینمی یک گروه تاریخ نشده هست مطابق قانون یا میتونه که در تعریف برابر شود. پناهنده مهاجر یک کلمه عمومی هست که میتونه که بسیاری اوقات پناهنده هم در برگیرنده این کلمه مهاجر داده باشن، ولی مهاجر خودش در ذاتش تعریفش طوری هست که کسایی که به علاقمندی خود کشور خود ترک میکنن و کشور دیگه مهاجر میشن، میرن بس جایگزین میشن، مهاجر میشن. بیجا شده تقریبا کلمه مشابه به پناهنده هست ولی تفکیک داره، فرق میکنه. تفکیکش هم داری هست که بیجا شده
بر اثر مثلا زلزله ها، آسیب های طبیعی، جنگ های خانمانسوز و غیره مجبور شود که وطن خدا یا محل خدا، شهر خدا، محل خدا ترک بکنه به جای دیگر مستقر شود. کی رو بیجا شده میگن؟ یعنی در پناهنده در ذهن داشته باشن اگر کسی بگه که پناهنده از بیجا شده چی فرق میکنه؟ فرقش همین است که در پناهنده تو تهدید شخصی داری، در بیجا شده تهدیدات عمومی هست برای کلگی است. مثلا اگر ما میگیم من پناهنده هستم، من یک ژورنالیست مثالش مثلا یک ژورنالیست اگر آدم بده، مثلا یک ژورنالیست است که خبر پخش کرده کسی در قبال عزیز که به مو خاطر خبر به هلاکت برسانه. یا هر گروه متخصصی که در گروهایی که در یعنی مثلا گروه بحث گروه نیست، بحث مشخص است که جانش در خطر است. او در حقیقت جانش در خطر احساس میکنه، از ترس از اینکه داره میخواد که از وطن فرار بکنه، میخواد که خدا در امان نگاه بکنه، بنابراین این شخص ترس شخصی داره، مناسب قانونچین مناسب پناهنده شناخته میشه. ولی اگر یک کس بگه والا در وطن ما جنگ است، کل ژورنالیست‌ها در خطر است، این در این معنی است که تو یک بیجا شده است. خب بینندگان عزیز، سوالات زیاد هم داریم که واقعا سوالات زیاد است و وقت برنامه انشالله که اگر ایجاب کنه حتما با تمام سوالات شما جواب خواهد گفتیم، چون یک بخش بسیار مهم و یک مصاحبه است ای که اگر بتونیم که با تمام سوالات شما جواب بدیم شاید ما بسیار خرسند باشیم و جناب وکیل صاحب با حوصله‌مندی به شما جواب خواهد دادن. فکر کنم که جناب جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اخیراً اعلامیه صادر کرد در صفحه رسمی خود، در صفحه ایکس یا توییتر خود، که اشاره به کاهش مهاجرین داشته. چرا کم است این موضوع؟ آیا تاثیر ازی برای تمام کسایی که میخواین پناهنده شون یا در کشور کانادا تقاضامند هستند که بیاین، همگی شاید یک تاثیر سر مردم داشته باشه و مخصوصا سر افغان‌ها در شرایط فعلی چه تاثیر داره اعلامیه از اینا یا پیام از اینا؟ جهان سپاس صحیح صاحب عزیز، سوال بسیار خوب هست. طبیعی است که دولت کانادا نظر به مقتضای زمان در مراحل مختلف در اوقات مختلف مجبور است یک سلسله تصمیم‌هایی را بگیره که امو به نفع کشور داده باشه که در اون شرایطی که قرار داره. ولی این کل تصمیم‌ها که هست در سطح بسیار بالا به شکل سیاسی هست. البته طبیعی است که بالا در سطح پایینی اثرات خود می داشته باشه، ولی طور نیست که دوستان و مشخصا افغانان تشویش زیاد داشته باشه. و غرض از اینکه من اینجا میخوام یادآوری بکنم این است که سعی در ذهن داشته باشین مثلا 3 سال پیشتر ارقام مثلا طور بود که تقریبا در یک کاتگوری که مثلا اسپانسرشیپ گروپ 5 بود، من تخمینا میگم که ارقام دقیق نیست، مثلا 35000 نفر در نظر میگرفتن که در کانادا برن. در این 3 سال که گذشت ارقام بلند بردن، مثلا در 50000 رساندن. وقتی که فعلا پالیسی که دولت اعلان کرده که میگه که ما تمام ارقام کم میکنیم، طبیعی است که در این ارقام 50000 یک مقدار تقلیل میاره و این به این مناسبه که تقلیل هم شاید از زمانی که قبلا مثلا 3-4 سال پیشتر داده باشه خیلی زیادتر نیست. یعنی در حقیقت برنامه اگر برم بگرده به حالت 3 سال یا 4 سال پیشتر برمیگرده که حالت بد نیست. در آخر روز به فکر ما صحیح صاحب عزیز برنامه‌های مهاجرت در مجموع برنامه‌های طویل مدت هست که یک مدت را میگیره. دوستای ما افغانا در مجموع باید صبر و حوصله داشته باشن، کار یک روزه نیست که عجله بکنن بگن که کدام مسیر ساده بوده باشه که در اینجا باید برسن. صبر داشته باشن، ولی در ذهن داشته باشن کسی که صبر داشته باشه به نتیجه میرسه. اگر هر کس خطایی بکنه و والا ما صبر خلاص شد نمیتونم، پس به این مناسبت یک پروسه زمانی گیره است، مجبور است پس طبیعی است که این مشکلات ذهنی و روحی و روانی برش ایجاد میکنه، شاید در نتیجه مجبور شود که وطن ترک بکنه. یک کار مفید نخواهد بود برای خودش. البته یعنی صبر کردن یک همیشه بار شیرین داشته باشه. دقیقاً بله. واقعا فرامین در کشور کانادا و در امریکا و در اروپا بعضی وقتا صادر میشه و نظر به مقتضای زمان صادر میشه، چون شرایط فعلی و کسب در مجموع دنیا در تحول بزرگ است. فکر کنم که مهاجرت یک بخش بسیار مهم از این است که کشورها به او دست و گریبان هستند.
شرایطی که فعلا در دنیا حاکم است، مسئله ایمیگریشن یا مسئله مهاجرت در دنیا چه رقم است و ما فکر میکنم نسبت به امریکا شرایط پذیرش در مهاجر در کانادا سهلتر و به مراتب آسانتر و بهتر است. فرق مخصوصا بعد از انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا یک سلسله قوانین سختگیرانه یا شرایط سختگیرانه برای مهاجرین در پیش رو است. موضوع مهاجرین افغان در امریکا و سرنوشت از اینا چه رقم خواهد بود جناب تریسی عزیز؟ بخیر باشن سعید صاحب عزیز. این مسئله دوباره انتخاب دونالد ترامپ موضوعات سیاسی هست که در سطح کلان مطرح هست و طبیعی است که موضوع سیاست امریکا برای خودشان ارتباط میگیرن که چگونه میخواین با مهاجرین برخورد بکنن، ولی موضوعی که تخصص ما هست مهاجرت بخش کانادا میشه که چگونگی آمدن افراد در کانادا. این موضوعی است که بخش تخصص ما میشه. طبیعی است که ما دفتر خدمات مهاجرت ترین خدمات معیاری مسلکی را برای مهاجرین که میخوان در داخل کانادا پناهنده شوند این خدمات ارائه میکنن، ولی به این معنی نیست که هر دوستی که در امریکا بوده باشن بدون در نظر داشت شرایط واجد شرایط شدن در این پروسه. بحث مهم اساسی است که ما از طریق مثلا بعض رسانه ها، از طریق بعض سوشال میدیا یا یوتیوبرها و غیره میشنویم که بدن کانادا برن کانادا برن. یعنی یک مشوره کاملا غلط است. هر کس واجد شرایط از این پروسه نمیشه. بین کانادا و آمریکا یک قرارداد موجود است که این به نام Third Safe Country Agreement یاد میکنن که بر اساس از این اگریمنت کسایی که به کانادا میایند پس یا واپس میشن، یعنی در آخر وقتی که واپس شدن دیپورت شدن به این مناسبت که یا نمیتونن اینجا جایگزین شدن. خیلی خوب است هر کسی که اگر قصد دیگه داشته باشه که بر کانادا آمدنی بوده باشه و شرایط مثلا بودن دوامدار در امریکا برش مساعد نبوده باشه بهتر است که از طریق رسمی با وکیل خودم و کسایی که انتخاب میکنن در ارتباط با آمدن خود به اینجا دقیقاً مشوره بکنن، معلومات درست داشته باشن تا سرگردان نشن و با شرایط بدی که بدتر و بدتر میگیم ما شما با او بر نخورد. خیلی بودن سعیم صاحب عزیز. امی آخر روز بحث مهم می است که سرگردانی خب خیلیش باشه و گپ نداره، ولی مسئله مهم در این است که هم از خرما نمونه هم از ثواب نمونه، بالاخره در نتیجه یک جنجال دیگه هم ساختگی برش ایجاد شد. آمدنشان شاید یک سردردی دیگه رو برش ایجاد بکنه. مثلا اگر کسی طویل مدت احتمال داره که مثلا در امریکا مانده نتونه، در اینجا این بهتر کانادا هم نتونه بانه و به اگر پس دیپورت شد پس به کاملا نه در امریکا نه در کانادا مجبور است که یک جای دیگه بره. به اون خاطر اما حرف شما که خوب است که پیش از پیش با یک وکیل که در این قسمت معلومات داره، وکیل رسمی معلومات داره و میفهمن هم که وکیل رسمی صفت نیکشان چی است. سعیم صاحب منفعت خودشان مطرح نمیشه، منفعت کلاینت مطرح نمیشه. بسیار مهم است. چندین مرتبه برای مراجعین خود این موضوع رو گفتم. مثلا ما در مراجعین خود تصر از اون مثلا ما دلار ساین نمیبینیم. دقیق. ما هر کسی که ازشان برخورد میکنه میگه این آدم سوار از یک دوست ما هست که برای ابد عمر برای ما باقی میمونه. اون یک ارزش و داخل کمیونیتی ما شما میشه. داخل کمیونیتی کانادا میشه، در مجموع خانه مشترک ما شما. یکی خوب موضوعات عمومیش است، مثلا در مراودات رسمی و مثلا یک با یک که ما صحبت میکنیم، مثلا دوستی ما به شکل ادامه پیدا میکنه که همیشه درش میمونه. ما مثلا برای ما مو ارزش تر است و دیگه که هم وجدان مثلا راحت میباشه که بگیم که منفعت مشتری خود مد نظر گرفتین تا منفعت شخصی خود. دقیقاً. یعنی همیشه در واقع امی معیار کار ما بوده از خود ما شخصی طبیعتاً ما به میقیاس هستیم که کسایی که وکیل رسمی هستن اینمی معیار باید داشته باشن. باید از لحاظ مسلکی معیار داشته باشن و به اون خاطر مشورت لازمی میتن برشن که تا باز نشه که به غلط سر بکنن که راه حل دیگه نداشته بیرون رفت نداشته باشن از طریق مسئله. دقیقاً. وکیل صاحب ما خودم شخصا با تو موارد زیاد برخوردیم که دوستایی از امریکا برای من زنگ زدن گفتن که سعید صاحب ما چه رقم کنیم که وضعیت اینجا به این شکل است و ما بی سرنوشت هستیم یا گرین کارت نداریم یا پروسه کاری ما اینجا تال خورده، آیا ما میتونیم به کانادا سفر کنیم، بیاییم به کانادا سفر کنیم بیاییم و همو پروسیجری که از طریق برادر داخل میشن یا از طریق هوا به چه شکل است؟
من فقط یگانه مشوره‌ای من از اینایی بوده که شما با وکیل رسمی در کانادا و یا با یک وکیل رسمی که در خود امریکا باشه و معلومات درباره قوانین پذیرش مهاجرین در کانادا و اپدیت باشه وکیل، اگر در بیرون از کانادا می باشه و اگر در داخل کانادا می باشه طبعا با از تمام مواردی که تازه توشیح میشه یا پیامایی که از طریق دولت برای مردم میرسه با او آگاه است. نظر شما در ارتباط به کسایی که مهاجرین افغانی که آمدن و فعلا به سرنوشت هستند، خصوصا افراد مسلکی، متخصصین، دکترا، انجینرها، ژورنالیستا و اینا هم داخل این پروسیجر میشن؟ عین پروسیجر است کیسشان یا میتونن که با برشان یک تفکیک قائل است کشور کانادا؟ بخیر باشن. صحیح صاحب عزیز، اما سوال چند بیشتر شما که شما مطرح کردن گفتن پناهنده رو تعریف بکنین، بیجا شده رو مطرح بکنین، مهاجر رو مطرح بکنین، این سوال برمیگرده اینجا سوال. بله. اینمی کسایی که در داخل کانادا میاین، البته کل از این کسایی که در داخل کانادا میاین و ادعایشون این باشه که ما پناهنده هستیم، از وطن فرار کردیم و وقتی که پناهنده میگن پس مطرح میشه که از لحاظ عقاید سیاسیشون فرار کردن، از لحاظ یا عقاید مذهبیشون یا به خاطر نجات ملیتشون یا به خاطر عضویت گروه مشخص. پس در اینجا چیزی که مطرح نمیشه یا در نظر گرفته نمیشه کل امور کوالیفیکیشن ها و یا موضوعات دیگه شد. مثلا یک نفر است که مهارت فوق العاده داره، انگلیسی فوق العاده میفهمه، تجربه کامل داره، همه معیارات پورا میکنه، ولی به خاطر اینکه پناهنده بوده تنها یگانه فاکتوری که برای مطرح میشه اینمی بحث پناهندگی است. بحث پناهندگی رو پورا میکنه یا نمیکنه. چیزی که ما دیدیم مثلا کسایی بودن در اینجا برنامه گفتن که وکیل صاحب ما خود تقریبا 15 سال یا 10 سال که در کانادا کار کردیم، من سندم دارم، چارلیترم دارم، من انگلیسی هم فوق العاده میفهمم، این در کار من کمک میکنه. ما جواب ما براشون چی بدم؟ برادر عزیز، اگر خودت با کانادا کار کردی خب پس از اون بیرون نگیده اپلای میکردی با بسیار بزرگترین فرصت در اینجا میامدی. در اینجا که آمدی متاسفانه هیچ کدام از دولت چون بحث مسئله محکمه اختصاصی است. صحیح صاحب ما رو میبریم در پیش محکمه اختصاصی. محکمه اختصاصی وظیفه داره یک کار در نظر بگیره. اون کاری است که آیا این شخص معیار پناهنده رو پورا میکنه یا نمیکنه. معیار پناهنده تعریفش است. دومی که آیا حقیقت میگه نمیگه، مسئله کردیبیلیتیش است. مسئله دیگه که مطرح میشه که آیا این پیش از آمدن در کانادا گزینه از این داشت که مثلا در یک محل دیگه از کشور این همون قرار بگیره. مثلا یک کس از میگه من از خندار هستم، با رفتنش در مزار آیا میتونست که در همون قرار بگیره که به نام internal flight alternative میگن. و دیگه مسئله که مطرح میشه در از لحاظ ریکوایرمنت از که آیا این آدم state protection یا از لحاظ کشور حمایت در صورت میگیره برای یا نمیگیره. مثلا یک کس میگه که اصلا ملل متحد دفتر است یونیسیار نه خیر، مثلا یک کس میگه که من یک گروه از مثلا یک گروه ناشناس، یک گروه مثلا مافیایی ما در فرار هستم در داخل کشور در حالت تهدید هستم. اگر این بگه که واقعا مثلا طالب برای میتونست که از گروه مافیایی ما رو نجات بده، به این معنی است که پناهنده شدن نمیتونه. اوکی. یعنی این فاکتورایی هست که در نظر گرفته میشه. مثل متاسفانه فاکتورایی است که قبلا که کانادا کار کرده بود، تجربه داشت، انگلیسی داشت، یا معیار نداشت. اوکی. و در این قسمت یک جزء دیگه یک سوال دیگه است که کسی که اسکیل داشته باشه و یک معیار لسان داشته باشه، فکر کنم او در کشور دوم اگر باشه و ثبت راجستر ملل متحد باشه، شما بر از او شرایط استثنایی دارید؟ صحیح صاحب عزیز، این بسیار یک سوال خوب است و خیلی ببینید شما این سوال مطرح کردید به خاطر از اینکه این چیز هست که ما در اواخر یک سال ما یک سال دو سال میره گفتار هستم. تقریبا به مدت یک سال میشه دوستان عزیز که دولت کانادا یک برنامه نو اعلان کرده که به نام اکنامیک موبیلیتی پرویس پایلوت پروگرام یاد میشه. این پروگرام چی است؟ این پروگرام طور هست که شما را کسایی که مهارت دارن، یعنی پناهنده هایی که مهارت دارن در کانادا میارن و زمینه کاری را براشون مساعد میکنن که یا را براشون اقامه دائم میدن، اپلیکیشن فیشون را بسات کلش کاور میکنن، موضوعات سیشون کلش بسات پل دولت کاور میکنن، آیوم بسات با آیوم مراجعه میکنه که زمینه رسیدنشون به کانادا فراهم بکنن و اخیراً هم پول براشون قرضه میدن که یا بودن در کانادا خود ثبتش بکنن. این برنامه چی کار داره؟
تحصیلات عالی کار دارن که شما تحصیلی داشته باشید، دیپلم داشته باشه یا بکالوریا فارغ باشه. اگر بچلرز داشته باشن خوب است. اوکی. و اگر ماستری داشته باشن بهتر است. یعنی هر قدر که تجربه تحصیلاتتون بالا باشه هر بهتر، تجربه کاریتون هر قدر زیاد باشه هر بهتر، انگلیسی فهمتون هر قدر بالا باشه هر بهتر. و اگر عیانا انگلیسیتون کم فهمشون پایین بوده باشد، در این حالت شما نیاز دارین که یک کارفرما برای شما کار بده. مثلا شما در حالت انگلیسی لولتون حذف بالا میشه، بالا میشه یا CLB 7 4 یا 7 بالا باشه. حذف که بالا میشه در اینجا CLB میگن Canadian Language Benchmark. در این حالت شما برای کارفرما نیاز ندارین. اگر عیانا از 7 پایین باشه در بین 5 7 قرار میگیرین، به این مناسبت که کارفرما اگر برای شما کار بده بازم شما میتونین که و چقدر مدت باید سند کار داشته باشه؟ قسمی که براتون گفتم حداقل 1 سال. حداقل 1 سال. و اگر زیادتر از اون بوده باشه مهمترینش همین بخش است که حداقل 1 سال سابقه کاری داشته باشه، تصدیق کارفرما باشه و لسان انگلیسی که وکیل صاحب برشان تشریح کردن بر شما کدام معیار باید داشته باشن و بچلر یا اسنادای دیپلم باشه، دیپلم باشن. این چیز یعنی اسناد تحصیلات بالا داشته باشه، تحصیلات عالی داشته باشه و اگر بکالوریا هم باشه داخل از این میشه، اما اسکیلای خوب داشته باشه. دقیقاً این چی طلب میگرسه این خوب اسکیل مطرح کردن. مثلا یک وظیفه هست که خودت نیاز نداری که مثلا لیسانس داشته باشی. بله. عمومی ریکوایرمنت امور ضرورت است که این رقم بوده باشید. داشتن سند مثلا 12 پاس کافی است که خودت نشان بده که خودت اون شرایط پورا میکنی. اوکی. و یک چیز دیگه که مهم است که در اینجا میخوام براتون بگم که پروسه از اپلیکیشن خیلی سریع هم هست. و ساده هم هست. دولت گفته که ما بین 6 ماه الی 1 سال. 6 ماه بسیار مهمترینش این بخش است. البته ساده بودنش نمیگم که ساده هست، نیست به خاطر مغلق خود می‌داشته باشه، ولی بس دولت پیش میبرن که این یک نقطه خوب است. وکیل صاحب یک سوال دیگه هم اینجا مطرح میشه که بعضی وکیلاست میگن یا بعضی کلاینتاست که وکیلا را مجبور میسازه که وکیل صاحبا یا کسایی که کیس پروسس میکنن، بعضی وکیلا ضمانت میتن برشون یا بعضی کلاینت‌ها ضمانت میخواین که وکیل با ما ضمانت بده که آیا کار ما میشه. در بعضی موارد وکیلا 100% اگر نگویم یک مقدار برای کلاینت اطمینان میده که ما ضمانت میکنیم که کارت میشه که دیواره. والا سعیم صاحب عزیز بسیار سوال خوب هست. میرم پس برمیگرده به خوب بودن و خراب بودن یک وکیل. قانون ما وقتی که وکیل که راجستر شده دولت میباشد یک سلسله قیودات زیاد داریم سر ما. دولت یک سلسله چیزا را وضع کرده که ما رو نشان میده که آدم خوب هستیم یا خراب هستیم. مثلا در قانون ذکر شده که یک کسی که اگر میخواد یک وکیل مسلکی بوده باشه، یک وکیل مسلکی هیچ گاهی حق نداره که ضمانت بده که من نتیجه کارتون مثبت کردم. ولی میگه بفهمه که این اپلیکیشن هیچ نوع مشکل نداره، هیچ نوع ضمانت داده نمیده. اگر هر کسی که ضمانت نمیده به این معنی است که آدم دروغ میگه. وکیل رسمی هم نیست. دقیقاً. به خاطر از اینکه اگر من مثلا کارو میفهمم که درست بکنم و این کارو کردم میتونم، ما خود تصمیم گیرنده نیست، سوال تصمیم گیرنده دولت کانادا آفیسرها هستن که در هر بخش کار میکنن. تصمیم گیرنده شاید محکمه مهاجرت بوده باشه، تصمیم گیرنده شاید مثلا کانادا بوردر سرویس. دقیق باشه ببینید از این سوال و کسایی که سوال مطرح میکنن دقیق باشه. بخیر باشن. اینمی گپ بسیار زیاد مهم است که اینمی باید اینمی تعهد برای کسی سپرده نشه. برای ما قانون میگه که اگر از لحاظ از اینکه برای کسی تعهد میدی، مثلا فکر کنم ما یک نفر میشناسیم در وزارت مهاجرت کانادا، ما بر نفر میگیم ما میشناسیم نفر که این کارو میکنه، ولی که ما برای تعهد ندادیم، این به این مناسبه که ما برای آدم دروغ گفتیم و از لحاظ مسلکی ما اینمی مسلک خود بسیار زیر سوال نفی کردیم و قوانینی که در نافذ است در بخش وکالت. و این یک جنبه دیگه هم داره که دولت یک جای دیگه هم قید کرده، یک چیز به نام کانتینجنسی بلینگ میگه. کانتینجنسی بلینگ طور است که مثلا من میگم سعیم صاحب ما برای خود این کار مثلا میکنم $5,000 $2,500 حالا میگیریم $2,500 دیگه وقتی که نتیجه آمد. این دولت برام میگه که شما هیچ نوع اجازه ندارید که این کارو بکنید. شما وقتی که قرارداد میکنید که یک کسی باید مشخص طور قرارداد بکنید که کار از ابتدا تا انتها میکنیم و اگر شما ما همین پیسه خود چارج بکنین، اگر نه شما این پیسه خود چارج بکنین. و مسئولیتایی که در قبال کار داریم به صورت به وجه احسن در از اینا انجام بدیم. دقیقاً. اینا در صورت از اینکه یک کسی میگه والا ما رقم براتون کردم میتونم یقینا نمی یک رد فلگ میتونم یک چیزی میتونم بوده باشه که شما بفهمید که
همین آدم یک وکیل درست است یا نیست؟ و در بعض موارد بیننده‌های ما از ما سوال کردن که حتی امی وکیلایی که رسمی هم نیستن اما جا میزنن خود به نام وکیلای رسمی بر مردم فینگرپرینت یا معاینات سیاه هم روان میکنه، حتی اینترویوها هم برشان آماده میکنه، اما درست نیست. متوجه باشین که بازی نخورین و فریب همچو وکیلایی که اینا رسمی نیستن در کشور کانادا، راجستر شده دولت کانادا نیستن و اینا کلام میگذارن به ارتباط به صحبت به تکیه کلامای ما شما که داریم یا نفر بازی میتن. این بسیار مهم است که بیننده عزیز به بسیار متوجه باشین، فریب همچو وکیلا را نخورید. جناب وکیل صاحب در ارتباط به سپاوزل اسپانسرها که یک بخش بسیار مهم است که ما هم یک تجربه بسیار خوبی از جناب وکیل صاحب از ترین صاحب دارم که یکی از اعضای فامیل ما که فامیلای نزدیک ما که اسپاوزل کیس داشتن یا اسپاوزل اسپانسر داشتن، در مدت تقریبا اگر اشتباه نکنم 6 ماه زیادتر یا کمتر کیس از اینا پروسس شد و پروف شد و از طرف دفتر جناب ترین صاحب از دفتر مشاوریت حقوقی جناب ترین صاحب و خدمات خوبی که اینا برای مشتریای خود دارن، یکی ماه هم من هم میگذارم به این و رفرنس میتونم که بسیار دقیق باشین که موارد بسیار مهم است و مهمتر از او یک بخش دیگه است که کتمان حقیقت ها است. بعضی وقتا وکیل صاحب باید که یک موارد شاید شما زیادتر برخورده باشین که مشتری‌ها یا کسایی که تقاضامند اسپانسرها هستن، انواع اسپانسر حقیقت ها را کتمان میکنن یا آگاهانه یا غیر آگاهانه یا در این ارتباط هم سوال داریم که از جناب وکیل صاحب بردی اشاره خواهد کرد و معلومات بر شما خواهد داد که کسایی که کتمان حقیقت میکنن از جریان اصلی زندگی یا کاری خود یا امی اسپانسر، بر از اونا چی شرایط است و اونا بعداً با کدام شرایط سر میخورن از نظر بر قوانین کانادا؟ جناب وکیل صاحب بخیر باشین سعید صاحب عزیز. من متوجه شدم که این سوال شما دو بخش داره. البته یکی بخش است که در رابطه با اسپانسر و یک بخش دیگه هم برمیگرده به مسرپرزنتیشن یا غیر درست این معلومات راه کردن در اپلیکیشن مهاجرت که خودش زمینه زیر مساعد میکنه که اپلیکیشنتان دو علاقه سر بشار شدن. در خدمت اسپانسر اسپانسرشپ سعید صاحب عزیز در قسمت فامیل تنید کردن، ممنون از شما. ما افتخار میکنیم همیشه در همیشه که بتونیم کیسای افغان خود را پیش ببریم و افتخار بود بر ما که تانستیم در این عرصه با شما و با فامیل شما ما همکاری داشته باشیم که سپاس داریم از شما. و مسئله دوم که مطرح هست در قسمت اسپاوزل اسپانسرشپ است که دوستان عزیز، اسپاوزل اسپانسرشپ یک اپلیکیشن ساده نیست. هر کس که فکر میکنه که یک اپلیکیشن ساده هست، نخیر نه، همچین یک چیزی نیست. اسپاوزل اسپانسرشپ شما سند و مدارک لازمی ضرورت دارین که بتونن اسناداتون به شکل معیاری ترتیب بکنن تا قناعت دولت فراهم بکنن که دولت بفهمه که شما وقتی که در کانادا میایین بسا یک چیز نیست که شما دروغ بسا بوده باشه، حقیقت است. یعنی اکثرا در گذشته صورت گرفته که یک برادر یک خواهر مثلا من سپانه و شوهر آمدن در کانادا که همین سبب شده که تشویش کانادا زیادتر شده و این پروسه رو که مغلق‌تر بسازن. چیزی که مهم است دوستان عزیز در اسپاوزل اسپانسرشپ، البته بحث تخصصی یک طرف می‌بریم ولی یک سلسله چیزایی هست که مهم است. مثلا صحبت‌هایی که بین زن و شوهر از طریق مثلا واتساپ یا هر چیز دیگه که صورت میگیره و در این زمان هم مثلا شما نشان بدین که در سوشال میدیا مثلا عکسای خود یا پابلیک در مجموع خبر داره، مجموع مردم عامه خبر داره که یک رابطه صحیح و درست است. این مهم است. و اینکه مثلا شما چند مرتبه وقت میگذارین که برین خانم یا شوهر خود در کشوری که هست ببینین از نزدیک، مثلا تیکتای طیاره‌تان است و غیره هست. و دیگه که مراسمی که مثلا شما برگزار کردن عروسیتون عکس کافی دارن از اونجا ندارن، مثلا نکاحتون هست، مراسمی که افغانی یا کاملا بلد هستن که مثلا
کالای نکاح کدام رنگ میپوشی، کالای کدام این اکسترا پروسیجری که هست. دقیقاً عکساتون مهم است، نکاح خطتون مهم است، گرفتن نکاح خط درست مهم است. این چیزای مهم اساسی است. ولی کسایی که دوستان عزیز خود بسا کتمان حقیقت جامعه زننده اسپانسر دروغ میگن، misrepresentation به کلمه انگلیسی که میگن برای شکل misrepresentation میکنن، در حقیقت خود در یک حالت قرار میدن که نه تنها که کشت موفق نشن بلکه برای مدت 5 سال کاملا ممنوع دخول بخش مهمش هم است فکر کنم. دقیقاً که برای مدت 5 سال یا ممنوع دخول شمرده بشن و یقین هم داشته باشن که یک کسی که یک بار ممنوع دخول شمرده شده دوباره هر قدر هم که بکنه، اگر چه قانون 5 سال پیش بینی کردن ولی من براتون بخین گفتم میتونم که احتمال داره که شاید دوباره هیچ دولت سرتون اعتماد نکنه، چون مسئله در غرب اعتماد کردن بسیار زیاد مشکل است. یک کس اعتماد نمیکنه، اگر اعتماد کس خوب سعی میکنه، اگر یک دفعه اعتمادشون شکست کاملا دیگه هیچ مورد اعتماد دولت نمیتونن داده باشن. دیگه بنان حقیقت گفتن درست است، کار خوب است. بهترین پالیسی که انسان چی میکنه، ما شما یک مطلب داشتیم میفهمیم بار کج به منزل نمیرسه. اگر میخواین بارتون درست به منزل برسه دوست عزیز حقیقت بگوین. با تغییراتی که شما اشاره کردین برش جناب وکیل صاحب و با سختگیر شدنش نظر به اشتباهات بعضی هموطنهای ما، فعلا از شروع و تا آخر چقدر مدت میگیره اسپانسر که مردم اطمینان داشته باشه که مکسیمم یا اما آخری میارش چقدر است؟ سعی امی پیش بینی زمان معیار یک چیزی که مشکل است. به خاطر چی که یک وقت برام میگه ولی ما یک کیس اسپانسرشیپ داشتیم که رفیق ما این زمان سپردون از رفیقم سیر بیشتر شد از ما تا کرد. ببینید دوست عزیز در اسپانسرشیپ چی مطرح میباشه که شما سن سالتان چند ساله هستن، سن شما از سن سال خانمتان یا شوهرتان چند سال تفاوت دارن. در این زمان هم این مطرح میباشه که شما چند کشور زندگی کردن، یک کشور زندگی کردن یا چندین کشور زندگی کردن. و دیگه مسئله که مطرح میباشه که شما از کجا سفر میکنن، مثلا از کدام کشور جهان سفر میکنن به کانادا میخواین برین که محل بود باشه شما، این هم مطرح میباشه، فاکتورایی که در زمان میتونه کم زیاد بکنن. و دیگه مسئله که زمان میتونه طولانی بسازه امی سابقه کاری شما هست. مثلا یک کس میگه والا ما در امنیت ملی یک دوره کار کرده بودم یا مثلا در این بخش من یک دوره کار کرده بودم. این چیزایی هست که دولت جدی‌تر میگیره. مثلا یک کس میگه که من نو مثلا 20 ساله هستم، از پانتون فارغ شدیم و ازدواج کردیم، میخوام تشکیل خانوادگی بودم و هیچ نوع بک‌گراند ندارم، مستقیم از افغانستان اومدم، هیچ نوع چیز دیگه ندارم. این شاید ممکن است کیسش سال‌تر صورت بگیره نظر به اینکه یک کس بگه والا ما وظیفه داشتم مثلا تقریبا 5 سال که دولت کار کردیم و یک 2 سال در انسان زندگی کردیم. اینا در این بک‌گراند چک، این گپای آشیایی میدونه که امی زمانگیر اپلیکیشن زمانگیری بسازه. دقیقاً. ولی به این نیست دوست عزیز که یعنی به خاطر اینکه ما مسئله کار کردن با امنیت ملی یا سابقه کار کردن با دولت نظامی چیز بوده باشه، این به این معنی نیست که ما شما رو تشویق بکنیم که نه یا کتمان بکنیم. مسئله کتمانش نیست، حقیقت بگوین. ولی مسئله که مطرح شد در روز زمان بسات که وکیلتان سوال بکنن، طبیعی است که اگر این دولت سر شما شک داشته باشه یک چیز به نام فیرنس لیتر براتون روان میکنن. در فیرنس لیتر براتون فرصت میده که من سر این موضوع شک دارم، اشتباهیتان مرفوع شده، اشتباهیتان تنظیم کنید. اگر اینجا مثلا سر شما شک دارم، شما باید این رو برنامه تصحیح بکنید که چی است. این فرصت بسیار خوب است که شما دوباره واسه دفاع کنید، مشکلتان که هست دفاع بکنید و مرفوعش بکنید. اگر یک دوست دارم بوده باشه که اپلیکیشن خودشون انداخته باشه، ولی وقتی ماتی که شما فیرنس لیتر دوست عزیز دریافت میکنید این زنگ خطر است. هیچ جایی این رو به مذاق نگیرین، هر چی وجد با تماسشون با وکیلی که بتونه شما رو در قسمت راهنمایی بکنه و حتی بتونه کارتون پیش ببره. دیگه بنابراین دوست عزیز کسایی که اسپانسرشیپ داشته باشن یا هر نوع اپلیکیشن دیگه که داشته باشن متوجه باشن که با یک کسی کار بکنن که معیاری و مسلکی بتونه کار شما رو پیش ببره و شما رو به موفقیت برسونه. بسیاری اوقات وقتی که ما کار معیاری رو درست میکنیم این میتونه زمان پیشبرد کار شما رو تقلیل بسازه. مثلا وقتی که ما یک اپلیکیشن سابمیت میکنیم سیمسر، ما یک ورق که از تسلیم میکنیم بر دولت میگیم که این آدم درست است، این گپ داره، این داره، اون داره
با زبان وقتی که برای ما میبینه قناعتش فراهم میشه که ما کار خود انجام دادیم در طول اینمی اگر اونجا قرار بود بشه که بندش بیاین این بندش نمیاد کار به صورت درستش پیش میره. که در این قسمت ما تجربه که از این بخش دارم نیست که معلومات جمع کردن برای وکیل یا مسئولی که کار شما را پیش میبره، وکیلای امیگریشن یا مشاورین حقوقی که در کشور کانادا فعالیت دارن، بسیار مهم است دلگیر نشین با ایشان. وقتی که سوالاتی می داشته باشن، هر برابر یک ذره هم اگر سوال می داشته باشن باید سوالشون مرفوع کنین و برش رسیدگی کنین و امون سوالایی که وکیل با شما در میان میگذاره، چی خانم باشه چی شوهر باشه، هر کدامشون که یا در کشور کانادا مقیم هستند و کسی که در کشور مطبوع خودش است یا کشور خودش یا در کشور دوم است کشور خود می باشه، همه حقایق با جزئیات برای وکیل تسلیم کنید. اگر او مدت 2 ماه هم بگیره و 3 ماه هم بگیره و تمام پروسس اسنادا به صورت درست باید تعقیب شود و درست کلیر برای وکیل تسلیم داده شود و وکیل میتونه که بسیار خوب از کیس دفاع کنه و بسیار خوب نتیجه خوب بگیره و این نتیجه را وقت شما میتونید نتیجه خوب بگیرین که شما همه معلومات با وکیلتان شیر کنید و وکیلتان هر سوالی که از شما داشته باشه در این مورد برش رسیدگی کنید. و یک بخش بسیار مهم دیگه از این هم که فکر کنم که سوالات شخصی بیننده های ما بود و ما هم برخوردیم با یک مورد که اسپاوزل اسپانسر یا کسی که اسپانسر همسر است، وقتی که تا یک قسمت هم میرسه جناب وکیل صاحب و معاینات صحی میه و این از کشور خود مثلا افغانستان فعلا ما امون مطرح میکنیم. از افغانستان شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، شما میفهمید پاسپورت گرفتن یک پرابلم است که اینا رو باید کلش قبلا اسپاوزل اسپانسر کلش باید ترتیب کنه بر وکیل بتن نکاح خط و تمام گپایشون. وقتی که برای معاینات صحی میه باید تکت بگیرن از کشور خود بیاین به پاکستان، ایران، تاجیکستان، هر کشوری که باشه. کم مدتگیر است، زمانگیر است. خوب است که وکیل صاحب اینا در کشور دوم، چون از افغانستان فعلا این پروسس نمیشه، چون فکر کنم که سفارت‌های رسمی کانادا در افغانستان فعالیت نداره، در کشور دوم باشن بهتر است یا در کشور اول باشن، کشور خودشان افغانستان یا هر کشور دیگه باشه. بخیر باشین صاحب صاحب عزیز، ما تجربه ما نشان داده که وقتی که در ابتدا مگم نرم گپ نداره، ولی در مقطعی که از این زمانی که بایومتریک شروع میشه نیاز است که یا در کشور دوم بودن باشن. بایومتریک بالاخره با سلسله از مدیکال چکاپ میان. باز ما مثلا وقتی که یک کسی که در کشور دومی میرسه، ما برسی وقت با دولت به تماس میشیم، اطلاع میدیم که این شخص فعلا از افغانستان برمیاد در کشور دوم است و دولت با در نظر داشتن شرایط کار از برای به صحت میباشد و در نتیجه کوشش میکنه که هر چیز تکمیل شود که تا کار به نتیجه برسه. گناه چون در کانادا در افغانستان فعالیت نداره، بودنشان در کشور دومی زمینی از این مساعد میکنه کارشون با سرعت پیش بره و بالاخره در نتیجه کارشون به انتها برسه که یا بودن به کانادا برن. و معاینات صحی خلاص میشه فاصله از این تقریبا 20 روز یا یک ماه، بعضی وقتا طول میکشه، بعضی وقتا 2 ماه طول میکشه. کسایی که بخواین، چون اسپاوزل اسپانسر از افغانستان هم پیش میره، یعنی پروسس میشه که اونا در داخل افغانستان باشن. کیس پناهندگی نیست، تحقیقشانی است، این کیس رسمی است و در این کدام مشکل نیست که در افغانستان باشین. شما فقط در تایمی که بر شما ایمیل میشه باید به کشور دوم یا جایی که سفارت‌های کانادا در اونجا فعالیت داره، دفترهای رسمیشون فعالیت داره، شما باید اونجا باشین و فاصله هایی که بین معاینات صحی و فینگرپرینت یا اصطلاح دیگه‌اش بایومتریک میگیم یا بک‌گراند چک و اینا، که هست یک مدت زمانگیر است که چون تجربه اکثریت دوستا قسم است که اینا پس دوباره به افغانستان میرن و پس دوباره برای تایم میرن. اگر شما در این فاصله مس میکنین یک ایمیل یا تایمی که براتون داده میشه، فکر کنم یک کمک پس تا کی پس پروسس میشه زمانگیر است جناب وکیل صاحب. دقیقاً صاحب عزیز، امی هر نوع بساط امی انتراپشن، هر نوع بساط امی سختگی در کار میتونه که کار دیگه هم به کندی بکشانه. مثلا فکر کنم قرار بوده باشه که شما در ظرف
1 ماه اما 30 روز وقت میدن که بایومتریک یا فینگرپرینت تکمیل شود. اگر همین شما نمیتونن در میاد پورا بکنن، یک سرگردانی ناقی هست بر خود ایجاد میکنن. مجبور هستن که به دولت مراجعه بکنن. در بسیاری اوقات دولت گیر نمیشه، نیست که سیستم افغانستان وارد باشه برین در دفترشون تقریر بکنن میگن که والا امیر نمیشه که میره بالا میادش پلان چون یک چیز نیست. هم چیز نیست. مجبور هستی که صبر بکنی تا یک مدت میگیره که پس جواب از میاد تا بالاخره که پس برای شما ارسال میکنی. یعنی یک وقت کاملا اضافی به خود ضایع میشه که کار خوب نیست. و اون وقت شما این موضوع نمیتونین که سر وکیل پرتین یا مستک خودتانه یا اشتباهی که از خود کسی که مسئول است و اسپانسر است اون رو نمیتونه که برای وکیل پرته و خودشان باید متوجه باشن که این فاصله ها را خودشان در خود ایجاد میکنن. به اون خاطر شما اگر باید کیس ها هستین و اسپاوزال اسپانسر دارین بسیار دقیق باشین در چک ایمیل هایتان و تایمی که بر شما از طرف سفارت ها داده میشه و از طرف وکیل بر شما ابلاغ میشه به او دقیق باشین. بسیار زیاد تشکر جناب وکیل صاحب. قسمت اول این برنامه در همینجا به پایان میرسه و پارت دوم و پارت سوم این برنامه را حتما شما به تعقیب این برنامه مشاهده کرده میتونید. از صفحه رسمی بخش خود ترین امیگریشن و صفحه رسمی یوتیوب چینل خودم به نام برنامه دیدار